کاروان قصه. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. شنوندگان عزیز برنامه کاروان قصه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش وقتیم. باز هم بنده شفیق رسولی و همکار ثبت برنامه با پیشکش نمودن یک داستان زیبا در خدمت شما ادب دوستان گرامی قرار گرفتیم. داستان امشب ما تحت عنوان مهمان کوچک از نویسنده توانای کشور حسین فخری می باشد. امید است تا آخر برنامه با ما همراه بوده و از شنیدن داستان لذت ببرید. رادیوی ملی افغانستان، صدای رسای همه افغانها. یک هفته از آمدن خاله‌ام از غزنی می گذشت. زن مهربانی بود و با خود آلو بخارا و بادام و چکه و مسکه آورده بود. شب و روز دندانهایم بیکار نبودند و خاله‌ام مدام دور و برم میگشت و یگان مرتبه که ناز دادنهای زیادش دلم را میزد، او را از خود میراندم و یا از چنگش فرار نموده به آغوش مادرم پناه می بردم و دیگر خود را به گیر او نمی دادم. مادرم با آمدن او حالش کمی بهبود یافت. شب و روز هر دو سرگرم قصه و گفتگو و سرگوشی بودند و مدام در مورد زنان و مردان قریه و دختران آنجا پرگویی می کردند. وقتی که پدرم در خانه نبود هر دو سر یک دیگر را شانه می نمودند. بازار می رفتند و آینه و تار و سوزن و تابلیت های اسپرین می خریدند و با دیدن اشیای قیمتی آه سوزانی از دل بیرون کرده از بخت بد و مشکلات زندگی شکایت نموده به همه نفرین می پرستادند. و بعد از چند روزی که گذشت گپی نبود که آنها به یک دیگرشان نگفته باشند. یک روز با خاله‌ام در خانه تنها بودم. خاله‌ام چند بار به طرف من دید و دهانش شور می‌خورد، مثل این که می‌خواست چیزی بگوید ولی نمی‌توانست. شک و تردید به دلم راه یافت. عاقبت او با نرمی و ملایمت گفت: اسد جان، دلت می‌خواهد که با من به غزنی بروی؟ در آنجا 2 هفته تمام تو را انگور و تربوز می دهم و کریم را می گویم که تو را به حکیم صاحب و روضه ببرد و گادی سواری کنید. دلم از شوق لبریز شد و در همان لحظه قبول کردم و اضافه کردم: خاله جان، اجازه مرا از مادرم بگیرید، با او بگویید که من دق نمی شوم، شوخی و جنگ هم نمی کنم و کسی را آزار نمی دهم. خاله‌ام دوباره به سویم نظر انداخت و در حالی که جرابهایش را پینه می کرد گفت: بچیم، دلت بیغم باشه، مادرت از گفم نمی برایه. این بار ذوق زده به سویش دویدم، شانه های استخوانیش را در آغوش گرفتم و در حالی که آن را به خود می فشردم و تمام وجودم به لرزه در آمده بود گفتم: خاله جان، بایسکلم را هم میبرم تا ساعت من و کریم تیر شود. خاله‌ام با عجله جواب داد: نه بچیم، ضرور نیست، بایسکلت خراب میشه، سرک های آنجا پخته نیست. من علت ممانعت او را ندانستم و فکر کردم که بایسکل بردن برای او تکلیف است و یا آنچنان که او ادعا داشت از دوستی و دلسوزی نمیخواهد که بایسکل را ببرم. به هر حال با نهایت بی صبری منتظر آمدن مادرم از منزل همسایه بودم تا خاله‌ام با او صحبت کند و اجازه مرا برای غزنی رفتن بگیرد.
وقتی مادرم آمد، خاله‌ام موضوع را با او در میان گذاشت. مادرم بدون اینکه مخالفت کند و تعجبی نشان دهد قبول کرد و در همان لحظه شروع کرد به خمیر کردن و پختن کلچه شیرین برای سفر فردای ما. شب تا ناوقتها خوابم نمی برد. در آتش اشتیاق و بی صبری می سوختم. می ترسیدم که مبادا پدرم و مادرم دوباره پشیمان شوند و یا کسی از اقارب و دوستان نزدیک ما بمیرد، بخصوص که کاکای کلانم مریضیش بسیار شدت پیدا کرده بود. از چیزهای دیگری نیز هراس داشتم. می ترسیدم نکند زلزله رخ بدهد، موتر خراب شود، پل راه چپ شود و یا کدام بلای دیگری از آسمان نازل شده مانع سفر ما گردد. تحت تأثیر این خیالات ناوقتهای شب خواب به چشمانم راه نیافت. در آخرهای شب بود که چشمانم سنگینی کرد و باز دوباره با شنیدن آذان صبحگاهی از خواب بیدار شدم. بعد از نیم ساعت انتظار که خیلی سخت و دشوار گذشت، آهسته لحافم را از سرم برداشتم و در حالی که می‌کوشیدم که پاهایم به جایی بند نشود، دروازه خانه را باز کردم و به دهلیز رفتم و از آنجا بایسکلم را گرفته خود را به حویلی رساندم. در صحن حویلی بزین و میله های سرخ بایسکل و تایرهای کوچک سیاه و اندل و سیمهای جلادار آن که در فضای نیمه تاریک می درخشیدند خیره شده بودم. بعد با آهستگی و احتیاط پاهایم را در پایدان گذاشتم و خود را در زین جابجا نمودم. بایسکل بعد از تکان مختصر نرم و بی صدا حرکت می کرد و راه باریک میان بته‌های گل پتونی و عباسی و بادنجان رومی را طی می کرد و وزش نسیم صبحگاهی دماغم را معطر ساخته بود. وقتی دوباره نزدیک دهلیز رسیدم، مادرم جلوم را گرفت. با احتیاط مرا از زین بایسکل پایین کرده رویم را بوسید و نمیدانم که چرا قطرات اشک او رویم را مرطوب ساخت. بعد مرا به نزدیک چاه حویلی برد. دست و رویم را با آب سرد و پاک چاه شسته دوباره به خانه رساند و لباس و کالاهای نوم را پوشاند و یک جا با پدر و مادر و خاله‌ام چای صبحانه را خوردیم. وقتی چای خلاص شد، خاله‌ام چادری سبز رنگش را از پس خانه گرفت و با آن خود را پوشاند و تنها روی استخوانی و درازش دیده می شد. در دستانش چای سبز، بوره و شیرینی که پدرم و مادرم برایش از شهر خریده بودند و آن را در دستمال گلسیب محکم بسته کرده بود به چشم می‌خورد. پدر و مادرم مرا تا سرای غزنی رساندند. در آنجا با خاله‌ام در یک سرویس رنگ رو رفته نشستیم. چند لحظه بعد سرویس در حالی که در سیت‌های سخت و تنگ آن جای سوزن انداختن نبود و شانه‌ها، قبرها و زانوان ما فشرده شده بود، آماده حرکت شد. مادرم به زحمت خود را رساند و در حالی که رویش مرطوب بود چندین بار مرا بوسید. دلم با واسطه خوش رفتاری که او با من کرده بود و مرا اجازه رفتن داده بود و هم برای دوری از خانه و بایسکل ریش شد و گریه را شروع کردم. چند دقیقه بعد موتر حرکت کرد و تا چند لحظه مادرم را می دیدم که به سوی موتر می دوید و می خواهد که باز سر و صورتم را بوسه باران کند، تا آنکه پدرم از شانه‌اش محکم گرفت و او را متوقف ساخت و سرویس هم دیگر سرعت گرفته و در جاده اصلی داخل گشته بود. سرویس بسیار تنبل بود. سر و صدای زیادی هم براه انداخته بود و آدم فکر می کرد که بیچاره را به زور می رانند و او در اثر این فشار و ظلم ناله و فریاد می کشید و بعد از گذشت یک مدت در کنار جاده توقف می کرد. دریور سرش را بر روی اشترنگ موتر تکه می داد. کلینر دویده خود را به جلو می رساند و بانت موتر را بالا می کرد.
تف از دل ماشین می برآمد. کلینر گیلنه را گرفته از جوی مجاور سرک آب آورده یکی پی دیگر به دهن ماشین می انداخت و یا به سر و روی آن می پاشید. دریور در تمام این مدت یک کلمه سخن نمی زد. مسافرین هم جرأت نداشتند که اعتراضی بکنند و برایش عادی می نمود. تنها دل من تنگ شده بود و چند بار خواستم که اعتراضی بکنم و فریاد بزنم که چرا موترت را پاک نمی کنی؟ چرا قبل از حرکت شکم سیر آبش نمی دهی؟ چرا پیچهایش را تیل نمی دهی که سر و صدا راه نیندازد؟ ولی وقتی دریور رویش را گرداند و به سوی زنهایی که در سیت عقبی نشسته بودند نظر انداخت، از چشمهای سرخ و خواب آلودش، لنگی نسواری او که بیشتر بر ریسمان میماند و صدای خشک و غضب آلودش که به صدای موترش شبیه بود ترسیدم و دفعتا صدا در گلویم خشکید. آهسته آهسته دستهای خاله‌ام در زیر چادریش تکان می‌خورد و با تکان آن بوی مخصوصش به دماغم رسید. سرم را از جایش حرکت دادم و به نزدیک شیشه موتر رساندم و هوای بیرون را می‌بلعیدم که شانه‌ام را تکان می‌داد. وقتی سرم را دور دادم دیدم که روی زانوان خاله‌ام را کلچه و نخود گرفته است. مقدار زیادی از آن را خوردم و مدت زیادی خوابم برده بود و یگان وقت حس می کردم که شانه هایم فشرده و سنگین می شود. وقتی چشمانم را باز می کردم می دیدم که خاله‌ام در خواب رفته و سرش تکان می خورد. آنقدر سر و صدای موتر را شنیده بودم و آنقدر شانه و زانوانم فشار دیده و بوهای بد را تنفس کرده بودم که وقتی کوتل روزه را طی کردیم و خاله‌ام مژده رسیدن را داد بی نهایت خوشحال شدم. یک مرتبه از جایم بلند شدم و با حرص و آز بیمانندی چشمهایم به قریه‌های دوروبر و درختان توت و آلو، گنبد و منارهای خشتی و رنگرو رفته، قبرستانهای خاکی و خاموش دو طرف جاده چسبیده بودند و بی صبرانه انتظار نجات از سرویس و قدم گذاشتن بر روی خاک ولایتی که آن همه بیخوابی را برای رسیدن به آن کشیده بودم داشتم. وقتی به شهر رسیدیم و از موتر پایین شدیم، بوی تند کباب و چاینکی و مشاهده زرگری ها و مسکری ها و آواز چکش های آنها که هر لحظه بروی فلزات مختلفی مانند نقره، برنز و مس فرود می آمدند و سر و صدای گادی ها و اسب ها که در روی فرش نیم اسفالت و خاکی جاده و به هر طرف حرکت داشتند مرا چرتی و ورخطا ساخت. فکر کردم که خاله‌ام مرا بازی داده است و در کجای این چهار طرفی که دیده میشد باغ‌های آلو، سیب و انگور و چشمه‌های سرد و گوسفندها و گاوهای شیرده هستند. میخواستم که از خاله‌ام پرسان کنم و از او گله و شکایت سر دهم، ولی او مرا موقع نداد و با عجله به سوی یک گادی پوپکدار طلایی رنگ که اسب سفید و پاکی داشت برد و گادیران بعد از اینکه زنگ بلند و پرطنینش را به صدا درآورد و اسب خیز بلندی زد، گادی را به حرکت درآورد. اسب سرش را بلند نگه داشته بود و بعد از طی چند قدم سر و گردنش را به راست و چپ دور میداد و در این حالت کف سفید و خشکی از دهانش در خاک خشک و تب زده جاده می افتید و محو می شد. گادیران حرفی نمی زد و از دهانش صداهای نامعلوم و اشپلاق گونه خارج می شد که با شنیدن آن اسب حرکات معینی را از خود بروز می داد. اسب راه را به خوبی بلد بود و بعد از نیم ساعت ما را به نزدیک قریه خاله‌ام رساند. کاروان قصه در برگیرنده داستان‌های زیبا و دلانگیز از نویسندگان خوب کشور.
شنیدن این برنامه را ساعت 10:30 تا 11 شبهای دوشنبه و سه شنبه از رادیوی ملی افغانستان روی موج متوسط 1107 کیلوهرتز و 105.2 FM فراموش نکنید. خب شنوندگان عزیز برنامه کاروان قصه، این بود قسمت اول داستان مهمان کوچک که به حضورتان تقدیم شد و اینکه چه واقعات دیگری رخ می‌دهد آن را می‌گذاریم به شب‌های آینده و تا نشر قسمت دوم داستان شما را به خداوند منان می‌سپارم. بقیه شبتان خوش. الله یار و مددگارتان. سرلوړی دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان سرلوړی دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان سرلوړی دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان سرلوړی دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان نظام د امارت د څښکل شریعت د اخلاص ظلم او وحشت د اخلاص ظلم او وحشت د نظام د امارت د څښکل شریعت د اخلاص ظلم او وحشت د اخلاص ظلم او وحشت د ساتنا دی کو بیغم او صف خلزان زما افغانستان زما افغانستان ساتنا دی کو بیغم او صف خلزان زما افغانستان زما افغانستان سرلوړی دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان سرلوړی دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان نن سوله سوکالی دا وطن کی خپلواکي دا فبرخه مزادي دا فبرخه مزادي دا نن سوله سوکالی دا وطن کی خپلواکي دا فبرخه مزادي دا فبرخه مزادي دا رپاند سپین بیرغ د خوند کوي فکبل جانا زما افغانستان زما افغانستان رپاند سپین بیرغ د خوند کوي فکبل جانا زما افغانستان زما افغانستان سرلوړی دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان سرلوړی دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان ټاټو بید احمد شاه د شیخ هیبت الله ته ګور د لوی مولای ته ګور د لوی مولای ټاټو بید احمد شاه د شیخ هیبت الله ته ګور د لوی مولای ته ګور د لوی مولای
پغیش کی دی روزلی دی عبدال و میرویس خانا زما افغانستان زما افغانستان پغیش کی دی روزلی دی عبدال و میرویس خانا زما افغانستان زما افغانستان سرلوړای دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان سرلوړای دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان یہ زالد زمریانو دا تلو قهرمانو غزنوی غندی غازیانو غزنوی غندی غازیانو یہ زالد زمریانو دا تلو قهرمانو غزنوی غندی غازیانو غزنوی غندی غازیانو خدمت ویار دی لری هم ملالی او اکبر خانا زما افغانستان زما افغانستان خدمت ویار دی لری هم ملالی او اکبر خانا زما افغانستان زما افغانستان سرلوړای دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان سرلوړای دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان مات شوی نور اشغال دی ګټلی مستقلال دی خاکسار ډېر ښه خوشحال دی خاکسار ډېر ښه خوشحال دی مات شوی نور اشغال دی ګټلی مستقلال دی خاکسار ډېر ښه خوشحال دی خاکسار ډېر ښه خوشحال دی وطن مفو نړۍ کې پیژني فننګ مړانا زما افغانستان زما افغانستان وطن مفو نړۍ کې پیژني فننګ مړانا زما افغانستان زما افغانستان سرلوړای دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان سرلوړای دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان سرلوړای دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان سرلوړای دې ساتو انشاءالله فټول جهان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما